قبل از اینکه این ویدیو رو ادامه بدی باید بدونی 90% آدم‌ها اصلا نباید اینو ببینن. نه چون لیاقتش رو ندارن، بلکه چون ذهنشون هنوز توان پولدار شدن رو نداره. اگر دنبال پول سریع، شانس، دعاهای فوری یا یک راز جادویی هستی، الان بهترین لحظه است که ویدیو رو ببندی. اما اگر جرأت داری بفهمی چرا هنوز پول سراغت نمیاد، تا آخر این ویدیو با من بمون. بذار یه جمله بهت بگم که شاید اذیتت کنه. پول به آدم‌های آماده میرسه، نه آدم‌های خوب. خیلی‌ها مثبت اندیشن، نماز میخونن، مانترا میگن، قانون جذب بلدن، اما هنوز فقیرن. چرا؟ چون ذهنشون برای پول زیاد طراحی نشده. و اینو نه عرفان میگه، نه انگیزشی‌ها، علم عصب شناسی میگه. تحقیقات نوروساینس نشون میده ذهن ناخودآگاه تو حدود 95% تصمیم‌های مالیت رو میگیره. اگر در ناخودآگاهت پول یعنی خطر، پولدار یعنی آدم بد، و ثروتمند شدن یعنی از دست دادن آرامش باشه، حتی اگر روزی 100 تا تاکید مثبت هم بگی، ذهنت پول رو پس میزنه. مثل بدنی که عضو پیوندی رو رد میکنه. سوال اینه، ذهن تو پول رو دوست داره یا ازش میترسه؟ یه تست سریع بهت میگم که خیلی شوکه کننده است. اینو همین الان انجامش بده. اگر بهت بگم فردا 50 میلیارد تومان به حسابت واریز میشه، اولین فکری که میاد چیه؟ یعنی میگی اگه ازم بگیرنش چی؟ آدم‌ها عوض میشن، دردسر میشه، لیاقتش رو دارم. اگر هر کدوم از این سوالا اومد سراغت، یعنی هنوز آماده پولدار شدن نیستی و اینجا جاییه که بیشتر آدم‌ها سقوط میکنن. مولانا یک جمله تکان دهنده داره: آن زر که تو را نلرزاند زر نیست. در عرفان پول فقط عدد نیست، انرژیه. اگر ظرفیت وجودت کوچیک باشه، انرژی پول تو شکسته میشه و انرژی پول نیز تو رو میشکنه. برای همینه که بعضیا با پول مریض میشن، بعضیا تنها میشن، بعضیا نابود میشن. پول دشمن نیست، آینه است. حقیقتی که هیچکس بهت نمیگه اینه: پول قبل از اینکه وارد زندگیت بشه میاد شخصیتت رو تست میکنه. 3 نشونه‌ای که هنوز آماده نیستی رو اینجا الان برات میگم. هنوز پولدارها رو قضاوت میکنه. هنوز فکر میکنی پول تو رو عوض میکنه. هنوز امنیتت رو از عدد حساب بانکیت میگیری. اما آدم آماده ثروت اینجوری رفتار میکنه. با پول یا بی پول آرومه. پول رو ابزار میبینه، نه هویت، و از مسئولیت پول نمیترسه. سوال اصلی این نیست چقدر پول میخوام. سوال اصلی اینه اگه بیاد چی باید بشه. امشب قبل از خواب از خودت بپرس: اگه پول بیاد جرأت نگفتن دارم؟ جرأت دیده شدن دارم؟ جرأت از دست دادن دارم؟ اگه جوابش نه، بدون که جهان هنوز داره ازت محافظت میکنه. چو ظرف تو تنگ است چه گویمت که دریاست. آماده شو اول که عطا در پی آمادگیست. اگه این ویدیو اذیتت کرد، یعنی دقیقاً به هدف خورده. اگه آماده ویدیوهای بعدی این کانال برای تو ساخته شده، و اگه آماده نیستی، شاید هنوز زمانش نرسید.